بیایید امروز بروی تمام بندش ها بندش بندازید. بروی تمام بندش هایی که در امور زندگی ما، از کاروبار ما، از هر نوع بندشی که در زندگی ما به وجود آمده، اونها رو ببندیم و ختم کنیم. بهترین کار و بهترین راهکار که بدون دردسر و بدون مشکل این گونه هست که شما به دست راست خود انگشت بزرگ پای خود را، انگشت بزرگ پای خود را، پای چپ خود را محکم میگیرید. به این شکل محکم میگیرید. بعد از گرفتن آن شروع میکنید چشمای خود را ببندید. چشمای خود را ببندید و ذهن شما در این باشد که بروی چه چیز میخواهید بندش بندازید. شروع کنید آیت الکرسی را بخوانید. الله لا اله الا هو الحی القیوم. به همین شکل که میخوانید تا به قسمتی که لالی و لازم میرسه، و لالی و لازم که میرسه، شما این را به زمانی که به لالی و لازم رسید چشمای خود را ببندید، مکس کنید، یعنی خاموشی اختیار کنید، ادامه ندید، یعنی ختم نکنید آیه را. و به تمام بندش ها به شکلی که در ذهن خود که ما فلانه مشکل خود را میخوایم بندش بندازم که دیگه اصلا این مشکل ما ختم شه، یعنی هر نوع چیزی را که میخوای بندش بندازی این کار را بکن. به ذهن خود بیار، مثلا تصور داشته باش و انگشت هم تو فشار داده برو، انگشت خود را فشار داده برو. هر چقدر که انگشت خود را فشار بدی و همین بندش محکمتر و محکمتر میشه. و زمانی که مثال به تمام توجه شما به مو خود بندش های شما بود و با چشم بسته این کار را انجام بدید و به لالی و لازم که رسیدید مکس کنید. بعد از اون فکر شما به بندش ها باشد. بعد از این که به بندش ها فکر میکنید و همین بر دل خود لالی و لازم، 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 به همین شکل واللالی و لازم، واللالی و لازم، واللالی و لازم، به این شکل این را تکرار کنید و این کار را حداقل 3 روز انجام بدید، 3 شب. یعنی این کار را بعد از نماز عشا انجام بدید. شما یقین بدانید که سخت‌ترین بندشی که در روی زندگی شما است، او بندش خودش نابود میشه و بروی خود از او بندش میفته، یعنی اصلا دیگه به شما صدمه و زیانی از روی اون بندش به وجود نخواهد آمد.